خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست. همه نعمتهای خداوند مفید هست، چون خداوند مثبت نگر هست و هیچ موقع دید منفی نسبت به ما و شما بندگانش ندارد. همه نعمتهای خداوند برای ما و شماست. و ما بکم من نعمت فمن الله. هرچی نعمت در شما هست از جانب الله هست. پس خداوند همه نعمتها رو صرفاً به خاطر بندگانش آفریده و بندگانش را برای خودش. در حقیقت خداوند با ایجاد این همه نعمتهای خوب توجه ویژه خودش را نسبت به بندگانش ابراز داشته. زیبنده و شایسته ما و شما بندگان خدا نیست که توجه ویژه خداوند را با بی‌توجهی به نعمتهای خداوند پاسخ بگیم. استفاده صحیح و درست از نعمتهای خداوند در جهت رضای خداوند در حقیقت احترام گذاشتن به خداست، چون خداوند دوست ندارد نعمتهای ارزشمند خداوند توسط بندگانش پایمال بشود. فرقی نمی کند چه تکه نانی روی زمین افتاده باشد یا یک برگ سفیدی که می شود بر اون برگ سفید علم نوشت یا یک صفحه از قرآن. هم نان محترم هست، نعمت خداست، هم کاغذ و برگه سفید محترم هست و هم صفحه قرآن. به هر سه باید احترام گذاشت. همه نعمتهای خداوند هستند و هر کدوم در جایگاه خودش رشد و توان می آفریند. در جایگاه خودش ارزشمند و مفید هست. همه نعمتهای خداوند رشد، توان، توسعه، سلامت، سعادت آفرین هست، چون خداوند بندگانش را دوست می دارد و طبیعیه کسی که کسی رو دوست می دارد خواهان رشد و توسعه دوستش هست. اگر پدری واقعا پدر باشد از رشد و توانمندی و توسعه فرزندش بی نهایت خوشحال می شود، مگر اینکه خدای ناکرده اون پدر نباشد. کدوم پدری راضی می شود که فرزندش معتاد شود، مشروب خوار شود، اهل دود باشد، درس نخواند، موذی باشد؟ اگر برادر واقعا برادر باشد قطعا از رشد و توسعه و ترقی و تعالی برادرش خوشحال می شود. اگر واقعا خواهر باشد، اگر واقعا معلم باشد، کدوم معلمی دوست ندارد که شاگردش را موفق‌تر از خودش بداند؟ اگر معلمی و مصلحی و مربی و عالمی تلاش کند که بندگان خدا خوب بشوند ولی در تصور او این باشد که مثل خودم باشند، این حداقل دو وصف بد دارد، هم حسود است و هم بخیل. معلمی دلسوز است و خیرخواه است که بگوید چیزی که خودم بهش نرسیدم باید شاگردانم بهش برسند.
این انسان بزرگواری است. ولی این که مثل خودم باشن، یعنی تحمل دیدن توسعه شاگردانم و فرزندانم بیشتر از خودم ندارم. همه اینها وجود داره، اما خداوند اینطوری نیست. الله ولی الذین آمنو، الله دوست بندگانش هست. الله خواهان رشد و توسعه بندگانش هست. الله علیم است. فکر نکنید اگر بندی نماز بخواند اما به علم نپردازد خداوند او را دوست می‌دارد. نماز خدا را ارضا نمی کند. نماز منهای علم دنیا و آخرت فرقی نمی کنه، چون ما 2 زندگی داریم، هر 2 زندگی دارای علمی هست. علمی که این 2 زندگی را برای ما آباد بسازد، عمرانی و توسعه و توانمندی ایجاد کند. علم دنیا به اندازه نیاز ما از دنیای آباد، مستقل، مترقی، پیشرفته، و آخرتی آباد و توأم با توفیقات. هر 2 علم دارد. اصلا افتخار نمی کند خداوند اگر که خداوند خودش رو علیم معرفی کرده میگه من افتخار میکنم به این بنده جاهلم. اصلا محال است. خداوند خودش رو حکیم معرفی کرده. علیم و حکیم از نامهای خداوند است. به بنده کودن نفهم احمق افتخار نمی کند. کسانی که تصورات واهی دارند، تفکرات پوچ دارند، حرفای پوچ و بی محتوا میزنند، نیتهای پوچ و بی محتوا دارند. خداوند حکیم است. همه سخنان خداوند مملو از حکمت است. کاملترین حکمت قرآن است. حکمتی به اندازه کلام خدا دیدید؟ چطوری این خداوند بندگان غیر حکیم را بپسندد؟ خیلی ها فکر میکنن چون که همین خم و راست بشوند کافیه که جانشین خدا باشن. اصلا کافی نیست. تو بحث علم کشور آلمان از هر 1 میلیون نفر جمعیت 6000 ژن برتر دارد. 6000 ژن برتر. هر ژن برتری معادل پروفسور حسابی ما، نه معادل افراد عادی ما. کشور ژاپن و ایتالیا بین 5600 تا 5400 از هر 1 میلیون نفر. خیلی حرفا. اما کشور عزیز ما با این همه ادعایی که داریم از هر 1 میلیون نفر 1.5 نفر ژن برتر. نه اینکه ما ژن برتر نداریم، نه اینکه ما استعداد نداریم. یونیسف آمار گرفته گفته با استعدادترین دانش آموزای جهان دانش آموزان خطه جنوب بلوچستان ایرانن. همونایی که دست تو خاک میآورن، همونایی که استعدادهاشون شکوفا نشده، جهت داده نشده، اشرار شدن. همونایی که شاید تو تجارت مواد مخدر رشد کنند. امسال سال شکوفایی و نوآوری نامگذاری شده. چه نام خوبی است، چه صفت خوبی است. این صفت زیبنده انسان مؤمنه. انسان مؤمنی که همیشه در حال نوآوری است، همیشه در حال شکوفایی است. کشور ما اگر 18 تا 20 میلیون دانش آموز داشته باشد
یکی از جوانترین کشورهای دنیاست و علمی اگر در دنیا باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس. اگر علم و دانش متعلق به ستاره پروین باشد، مردانی از ایران زمین به اون دسترسی پیدا میکنن. علت چیه؟ از 1,500,000 نفر ژن برتر در کشور ما. یعنی بچه ها درس نمیخونن، یعنی شغل کاذب، یعنی قایق بنداز تو دریا برو خصب و مسقط و دبی جنس بیار کافیه. دکتر آزمندیان میگوید تو بحث تکنولوژی فکر، اگر انسان مسلمانی خودشو پیدا بکند، هر انسانی یک پروژه هست. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم کاملتر از این میگوید. گرچه جناب دکتر و پروفسور هم خارج از کلام خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم حرف نمیزند، بسیار انسان وارسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم انسانها را اینطوری معرفی کرده: الناس معادن کمعادن الذهب والفضه خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. دیگه هر انسانی چون معدنی از طلا و نقره است. دیگه هر انسانی چون معدن طلا و نقره است. الناس معادن، انسانها چون معدنها هستند. که معادن الذهب والفضه، همچون معدنهای طلا و نقره. خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام، بهترین اونها در جاهلیت بهترین اونها در اسلام هستند، به شرطی که درک و شعور و بینش و تفکر و اندیشه و فهم و درایت داشته باشند. خوب تصور بکنید، میگه هر انسانی اگر فهم و درک داشته باشه، این عقل رو باز بکنه، فکر تعطیل شده رو فعال بکنه، حس فکر کردن در خودش ایجاد بکنه، این انسان میشه یک معدن. یعنی هر ثانیه عمر این انسان یک پروژه است. معدنی میشه که تا دلت میخواد استخراج کن، پایانی ندارد. عمر نفت در دنیا شاید 20 سال دیگه باشد، اونم فقط در منطقه خلیج فارس و دریای خزر. این همه سر و کله که خورد میشه برای دسترسی به این منابع، چون عمرش دیگه تقریبا شاید 20 سال باشه. ولی عمر انسان تا پایان عمر دنیاست. توانی که عقل انسان و تفکر انسان دارد، انسان تنها موجود توسعه یافته و توسعه پذیر هست. اونقدر ظرفیت سازی در انسان شده بی حد و حصر. همه این ظرفیت ها جاگذاری شده، جاسازی شده در فکر انسان. کلیدش هم دست خودته. هرچی بیشتر فکر کردی، مثبت‌تر فکر کردی، جهانی فکر کردی، خودت و مرتبطین به خودت توسعه میدید. پس هر انسانی وقتی که خودشو پیدا میکنه، این انسان هر ثانیه عمرش یک پروژه است. ما به جای این که تو این کوه ها بیفتیم دنبال معدن گچ و آهن و سنگ و ماسه و این معادن بیفتیم، در جامعه اسلامی و انسانی بیفتیم، معدن‌های کشف بکنیم که اگر اون معدن‌ها کشف شد، جامعه و بشریت بهره‌مند خواهد شد، توانمند خواهد شد.
چقدر استعداد بکر دست نخورده تو همین قشر صیاد هست. سعی نکن که صیادی فرزند تو برای کمک به خانواده رو حساب تحصیلش باشه، رو حساب تفریحش بذار. قرار نشده همه ما صیاد باشیم، فرزندانمون هم صیاد بکنیم و صیاد شدنش به عنوان ادامه تحصیلش باشه. امروز دیگه صیدم داره صنعتی میشه و این ضربه بزرگی است که خودمون به خودمون میزنیم. همه نعمت‌های خداوند رشد و توان و توسعه آفرینه و این یک واقعیت هست. خداوند بندگانش را دوست دارد و خواهان رشد اونها هست. بپذیریم توسعه رو، بپذیریم این که رشد بکنیم، بپذیریم این که باید توسعه پیدا بکنیم و تنها راهش فکر و فعال کردنه. پارچه‌ای در مسجد دیدم که نصب شده بود: هفته وحدت مبارک باد. در کشور ما هفته وحدت در همون هفته‌ای که حالا اختلاف بین شیعه و سنی هست که حالا 12 یا 17 کاری ندارم، ولی تو ظرف یک هفته، تو همون ماه ربیع الاول، تو همون ایامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم متولد شده، تو همین هفته وحدت اعلام شده. چیز خوبیه. ما الان در هفته تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم، یا در ماه تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ موقع بعد از بعثتش از جزیره العرب از نظر فیزیکی خارج نشدن، به جز در سفر اسراء و معراج که کاری ندارم. محدوده جغرافیایی جزیره العرب معروفه. از جزیره العرب خارج نشدن. اما تو مبحث فکر 3 عامل برای موفقیت انسان لازمه: یکی تفکر، یکی تحرک و تلاش و یکی توکل. تو بحث تفکر 3 مبحث وجود داره. یکی فکر کردن. نه هر کسی فکر داره فکر میکنه. همه داریم، همه عقل داریم. نه هر کسی چشم داره میبینه. خیلی ها چشم دارن ولی نمیبینن. نه هر کسی گوش داره میشنوه، یا بحث دوم خوب میشنوه، یا خوب میبینه، یا خوب فکر میکنه. نه هر کسی خوب میبینه برای همه خوب میبینه. خوب دقت بکنید. نه هر کسی خوب فکر میکنه جهانی خوب فکر میکنه برای همه بندگان خدا، یا اینکه تفکیک میکنه انسانها رو از مسلمانها رو، از خویشاوندا رو، محرم و نامحرم. پس یکی فکر کردن، یکی مثبت فکر کردن، یکی جهانی فکر کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای پیروانش فکر میکرد، برای غیر پیروانش هم فکر میکرد. برای موحدش فکر میکرد، برای مشرکش هم فکر میکرد. برای موافقش فکر میکرد، برای مخالفش هم فکر میکرد. فکر مثبت میکرد. علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه چقدر زیبا جهانی فکر کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به بیت شعر کشیده. دیگه چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هموطن ہے، سارا جهان همارا. چین و عرب میگه مال منه،
هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطن منه. خوب دقت بکنید، هر کجا که باشه هموطن منه. بعد میگه سارا جهان همارا، کل جهان مال منن، همه انسان ها کافر و مسلمانش مال منن. اسلام اونقدر ظرفیت دارد که همه را تحویل بگیرد. این دل اونقدر ظرفیت دارد که همه را تحویل بگیرد. و کلام بزرگان ما همش اینه، نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند الحکمت ضالة المؤمن این وجدها فهو احق بها. حکمت گمشده مؤمن هست، هر کجا حکمت را پیدا کرد اون اولاترین به حکمت. حکمت از مسلمان باشه، حکمت از کافر باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جزیره العرب خارج نشد، اما چون فکرش خارج از جزیره العرب حرکت میکرد، بعد از مدت کوتاهی دین پیامبر و آیین پیامبر جهانی شد. انسان تا جایی پیش میره که فکرش و نیتش و هدفش پیش برود. آیا اسلام و تفکرات پیامبر صلی الله علیه و سلم در جزیره العرب، چون خودش از جزیره العرب بیرون نرفت، ظاهراً که پدر بزرگواری به نام آقای عبدالرحمن ترکمانی درگذشتند جهت اطلاع عموم. خب چه باید بگیم به نظر شما وقتی که چنین خبرهایی میدن؟ انا لله و انا الیه. غیر از این دیگه نباید چیزی بگیم. مسئله دوم برای بازماندگان، اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. وقتی خبر به ما میدن باید این جمله رو بگیم انا لله و انا الیه راجعون، قبل از این که حرفی دیگه به زبانمون بیاد. شاید در وفات و در گذشت افرادی که سخت مریض باشن یا سالهای سال بیماری های مزمن داشته باشن یا پیر باشن، خیلی راحت بگیم انا لله و انا الیه راجعون. بعضی موقع پسوندش هم میگیم الحمدلله، راحت بود، خیلی زرشاکشی. ولی گفتن این جمله وقتی که یک جوانی که خیلی براتون عزیزه یا شخصیتی که خیلی عزیزه یا همسرت که با عشق باش ازدواج کردی تو عمر جوانی یا شوهرش یا اولادش، اگر اولین جمله‌ای که بر زبانش آمد و از دلش نشأت میگرفت و جزء عقیده و باورش بود گفت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مجال نداد که اول بگه آخ چی شد چه خبری. این یعنی شکست. اول باید بگه انا لله و انا الیه راجعون.